250 کیلو تریاک بار کامیون قبل از پاسگاه مرزی. نمیتونست دور بزنه، نمیتونست رد بشه، چون اون روز سگا رو آورده بودن. شاید دیگه همتون این داستان رو شنیده باشید. راننده میاد چیکار میکنه؟ میاد 1 کیلو از تریاکش رو یه جورایی باهات قاطی میکنه، بعد همه‌شو میریزه کف جاده. ماشینا دونه دونه میومدن از روش رد میشدن. وقتی میرسیدم به پاسگاه، سگا میخواستن لاستیکا رو جر بدم. پلیسا باز میکردن، میدیدم خبری نیست. یه ترافیک خیلی سنگینی درست شده بود. یکیشون گفت امروز سگا قاطی کردم، ببریدشون داخل. بعد رو به راننده کامیون کرد، گفت آقا شما هم بیا رد شو دیگه، چیو داری نگاه میکنی؟ راننده کامیون با 250 کیلو تریاک از پاسگاه مرزی رد میشه. راننده یه لبخندی میزنه و به مسیرش ادامه میده. این داستان یه درس ساده ولی خیلی قشنگ به ما میده. بعضی وقتا سخت‌ترین مشکلات تو زندگی راه حلش یه ایده یا تصمیم ساده است. بعضی وقتا یه حرکت درست میتونه تو رو به مقصد برسونه.